سلام رفیق، اگه تازه میخوای وارد دنیای مادا ماینکرافت بشی و نمیدونی چی نصب کنی که نه بازیت خراب شه نه اعصابت، این ویدیو دقیقاً همون چیزیه که دنبالش بودی. امروز میخوام 3 تا از مهمترین مادایی که تجربه بازی رو هم برات آسون میکنه هم جذاب بهت معرفی کنم. ماد اول جرنی مپ. جرنی مپ یه ماد نقشه است که هم مینی مپ داره هم نقشه کامل از دنیای اطرافت. واقعا اگه بخوای بدونی کجا رفتی، کجا گم شدی یا بیس اصلیت کجاست، بدون جرنی مپ کار خیلی سخت میشه. ویژگیاش: با کلید J یه نقشه کامل باز میکنی. همه چیز دقیق و باحال نشون داده میشه. میتونی هر جایی رو علامت بزنی، مثلا معدن اصلی، دهکده، پورتال ندر، مقر دشمن، بیس یا هر چیز دیگه. حتی از مرورگر کامپیوترت هم میتونی نقشه رو آنلاین ببینی. لایو آپدیت میشه، یعنی همین که راه میری نقشه خود به خود آپدیت میشه. تو بعضی سرورهای مولتی پلیر البته ممکنه محدودش کنن چون ممکنه واسه تقلب استفاده بشه. از کرسفورج و مادرینت قابل دانلوده برای پلتفرم‌های نئوفورج، فابریک، فورج و کویت اگه اسمشو درست بگم پشتیبانی میشه. ماد دوم بایومز او پلنتی، البته اگه اسمشو درست خونده باشم. دنیای ونیلا تکراری شده. ماد بایومز او پلنتی میاد و همه چی رو رنگارنگ و جذاب میکنه. یه عالمه بایوم جدید، هر کدوم با گل و گیاه و رنگ و نور خاص خودش. ویژگی‌ها: بیش از 90 بایوم جدید داره، از جنگل‌های جادویی گرفته تا کوه‌های برفی تیره. آره درست شنیدی، کوه‌های برفی تیره. برای خودم هم عجیب بود. کلی بلاک و گیاه جدید اضافه میکنه که میتونی تو ساخت و ساز ازشون استفاده کنی. با خیلی از مادهای دیگه هم سازگاره، یعنی با چند تا ماد بایوم دیگه هم میتونی قاطیش کنی. ولی حواست باشه باید یه دنیای جدید بسازی، چون بایوم‌ها فقط موقع ساخت دنیای جدید جنریت میشن. یا اگه هم نخواستی میتونی تو دنیای قبلی خودت یه جای جدید رو بگردی و اکسپلور کنی. از کرسفورج و مادرینت قابل دانلوده، از پلتفرم‌های نئوفورج، فابریک و فورج پشتیبانی میکنه. ماد سوم Just Enough Items یا به اختصار JEI. اگه هی داری میری گوگل که ببینی فلان آیتم چطوری ساخته میشه، دست نگه دار. Just Enough Item یه لیست کامل از همه آیتمات، دستور ساخت و کاربردشونه. نصب کنی دیگه نیاز به سرچ و دردسر نداری. قابلیت‌ها: لیست همه آیتم و بلاک‌ها کنار صفحه ظاهر میشه، البته داخل اینونتوری. روی آیتم کلیک کنی دستور ساخت میاد. دکمه آ رو بزنی که رفتنی رسیپی نشون میده. دکمه یو رو بزنی میگه اون آیتم کجا کاربرد داره. با مادای سنگین مثل کریت، مکانیزم، تینکر کانترکت و کلی ماد دیگه هم سازگاره. از کرسفورج و مادرینت قابل دانلوده، از پلتفرم‌های نئوفورج، فابریک، فورج پشتیبانی میکنه. اگه قرار با ماد بازی کنی این 3 تا رو باید حتما داشته باشی. جرنی مپ برای اینکه هیچ وقت گم نشی، بایومز او پلنتی برای دنیای پر از تنوع، جی ای یا همون جاست ایناف آیتم برای اینکه کارت توی ساخت ساز راحت بشه. پیشنهاد میکنم حتما از سایت کرسفورج یا مادرینت مادا رو بگیری که معتبر و امن باشه. تو کامنت ها برام بنویس تا حالا با کدوم از این مادا بازی کردی و دوست داری توی ویدیو بعدی چه مادایی معرفی کنم. امیدوارم این ویدیو به کارت اومده باشه. اگه برات به درد بخور بود ویدیو رو لایک کن، کانال سابسکرایب کن و اون زنگوله بغلش روی آل همه قرار بده که هر ویدیو جدید گذاشتم اولین نفر بخیر بشی. و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.